نمونه ای از شرکیات اینها رو من از این کلیپ خدمتتون پخش میکنم. همین آخوند سوپر مشرک خودمون هست که بارها کلیپاش رو دیدید و شنیدید که چی میگه. علی مالک واقعی آسمون ها و زمین ها، چون آسمان ها و زمین ها معلول نور علی، اراده علی، از پرتو یک تجلی نوری، یک جرقه نوری علی، همون بیگ بنگ بزرگ عالم به وجود آمد. یک اراده علی، اون بیگ بنگ بزرگ، اون انفجار اعظم است که از هر جرقه اون انفجار یه منظومه و یه کهکشان به وجود آمد. واقعا یعنی وقتی که انسان بخواد عقل و شعور کسی را الله سبحانه و تعالی بگیره و انسان بخواد که به گمراهی بره، یعنی بهتر از این آخون نمیشه وضعیتش. ببینید که میگه مالک واقعی، یعنی مالک حقیقی آسمان ها و زمین ها علی ابن ابی طالب است. احمد جان این آیه رو نشون بده در سوره بقره، در همین اوائل قرآن کریم. اگر مراجعه بکنیم به صفحه 17 آیه دوم در این صفحه است، آیه 107 سوره بقره. الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. آیا نمیدانی که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن الله سبحانه و تعالی است؟ و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. و جز الله شما هیچ ولی، یعنی سرپرست و یاوری برای شما نیست. ببینید که الله سبحانه و تعالی در اینجا میگه که مالک روز جزا و مالک همه آسمان ها و زمین، پادشاهیش از آن کی است؟ از آن الله سبحانه و تعالی است. الله سبحانه و تعالی که در سوره غافر آیه 16 احمد جان اگر نشان بدی، در اینجا وقتی که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه برای کفار الله سبحانه و تعالی رو و وحدانیتش رو و قدرت و عظمتش رو، در آیاتی که قبل از این میاد، مثلا در آیه 14 اگر کارگردان عزیزمون نشون بده، فدعوا الله مخلصین له الدین ولو كره الكافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا یخفى على الله منهم شیء لمن الملک اليوم. پادشاهی از آن کیست امروز؟ لله الواحد القهار، برای اللهی که واحد و قهار است. و آیات بعدی هم در بیان موقف و عظمت اون روز است. اما این آخوند مشرک یا به قول دوستان سوپر مشرک میگه که مالک واقعی کی است؟ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه. اینا با این حرفاشون میخوان فضیلت بتراشن برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، در حالی که این مرد بزرگ، این صحابی جلیل و این سرور و سردار اهل بیت بعد از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیازی نداره به این مشرکین، به این زنادقه گذشته و امروز که بخوان با این دروغ ها و با این خیانت ها برای ایشون منزلت و مقام بتراشن. یک کلیپ دیگری هم داریم خیلی جالب است، این رو هم ببینید.
واقعا یعنی گاهی اوقات این حرفا اینا رو که آدم میشنوه تعجب میکنه از عقل و شعور اینها. آدم بیشتر تعجب میکنه از کسایی که پای منبر اینها نشستن. یعنی نشان دهنده این است که اینها در زندگی قرآن نخوندن. اگر قرآن میخوندن همین شروع قرآن کریم رد سخنان این مشرک های دوران هست. این کلیپ رو با هم ببینیم. ما میگیم علی خدایی میکند، اما برای ناصر الله نمیگیم علی خداست. هر کسی به مقام بندگی برسد خدایی میکند، ولی برای کی؟ و شما ابد از علی کسی را پیدا نمیکن. خدایی میکند ولی خدا نیست. یه مثال بزن ما رو راحت کن، و اون این که اگر مدتی آهن در کنار آهن ربا قرار بگیرد چه خصوصیتی پیدا میکند؟ بله؟ خب بلند بگو دیگه. در حالی که آهن ربا نیست. اما کار آهن ربا رو علی کار خدا نیست، اونم به اذن الله، اونم به اذن الله. اینو قلوب بهش نمیگن. هرگز. کی گفته که این قلوب هست؟ علی خدایی میکند اما خدا نیست. یعنی چی؟ یعنی خدا علیاذ بالله بازنشست شده، علی داره وظایف خدا رو انجام میده. او یکیش میگفت که علی مالک واقعی آسمان ها و زمین است. این میگه یعنی کلا الله سبحانه و تعالی را علیاذ بالله اینها زندان کردن در یک قفس و خودشون علی رضی الله تعالی عنه و دیگر اهل بیت رو 12 امام رو اینا رو 12 خدا قرار دادن که من دون الله اینها رو پرستش میکنن، در حالی که ما ببینیم که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 54 میگه که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. میگه همان پروردگار شما الله است که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید، سپس به عرش بلند و مرتفع گردید. روز را با شب می پوشاند و شب شتابان به دنبال روز در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که به فرمان او مسخر شدند. آگاه باشید که آفریدن و فرمان دادن از آن اوست. بزرگ و برتر است الله پروردگار جهانیان. این حقیقتی است که در مورد ذات اقدس الهی در قرآن کریم بیان شده، اما این طایفه بدور از قرآن، بدور از اسلام و بدور از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو میبینیم که صفات الله سبحانه و تعالی، اختیارات الله سبحانه و تعالی رو به انسانهایی میدن که اگر اونها میتونستن از خودشون آزار و اذیتی رو دور بکنن و نجات بدن خودشونو از مشکلاتی که گرفتارشون میشد. ببینید الله سبحانه و تعالی، من سعی میکنم همیشه صحبت هایی که میکنیم مستند باشه به آیات قرآن کریم. در سوره اعراف آیه 188 الله سبحانه و تعالی خطاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که قل، بگو ای محمد، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، بگو من مالک سود و زیان برای نفس خودم نیستم، الا ما شاء الله، مگر آنچه که الله سبحانه و تعالی بخواهد. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء. اگر که من علم غیب می داشتم، خب طبیعی است که انسان اگر علم غیب می داشت کارهای خوب زیادی انجام میداد و هیچ وقت ضرر و زیانی بهش نمی رسید. بعد چی میگه؟ الله سبحانه و تعالی میگه که بگو ای محمد این انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، من کسی نیستم جز بیم دهنده
و بشارت دهنده‌ای برای گروهی که ایمان دارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من مالک سود و زیان نیستم. وقتی که انسان میگه که علی رضی الله عنه مالک واقعی آسمان ها و زمین است، یعنی چی؟ یعنی این نور آفتاب، نور مهتاب، باد، باران، همه اینا از طرف علی ابن ابی طالب اداره میشه و به انسان ها میرسه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من مالک سود و زیانی نیستم. آیا علی بالاتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ اینها همون علی اللهیایی هستن که در تاریخ بودن، امروز اسمشون رو عوض کردن، اسمشون رو گذاشتن شیعه اثناعشری، اسمشون رو گذاشتن شیعه اهل بیت، اسمشون رو گذاشتن محب و دوستدار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، در حالی که اینها دورترین انسانها از دستورات اهل بیت و فرمایشات این بزرگواران هستند.